امروز میخوایم با هم دیگه این بروکلی‌های قشنگ رو ببافیم. بافت بروکلیا خیلی راحته، فقط نیاز داریم به کانوای سبز کمرنگ و یک کانوای پررنگ تر از اون و 2 مروارید ریز مشکی. با کانوای کمرنگ تر شروع میکنیم و یه حلقه جادویی میزنیم. حالا داخل حلقه جادویی 6 تا پای کوتاه میبافیم. این سومی، چهارمی، 5 و 6. نخ کوتاه رو میکشیم، دایره جمع میشه. حالا رج اول داخل تمام دانه ها افزایش انجام میدیم، یعنی هر دانه رو دوبار میبافیم. استفاده از نشانه گذار رو فراموش نکنین چون بافتتون تمیزتر در میاد. وقتی هر دانه رو دوبار ببافیم تعداد دانه هامون میشه 12 تا. وقتی به نشانه گذار رسیدیم حالا رج بعدی رو شروع میکنیم. رج دوم یه دونه پای کوتاه میبافیم و داخل دانه بعدی افزایش انجام میدیم. این کار رو 6 بار تکرار میکنیم، یعنی یکی در میون افزایش انجام میدیم. تعداد دانه هامون میشه 18 تا. دور تا دور این کار رو تکرار میکنیم. بعد رج سوم رو شروع میکنیم و برای رج سوم هر 2 تا پای کوتاهی که میبافیم یه دونه افزایش انجام میدیم. یعنی الان من 2 تا پای کوتاه میبافم، 1 2 داخل دانه سوم افزایش انجام میدم. این کار تا نشانه گذار تکرار میکنم. تعداد دانه ها میشه 24 تا. رج چهارم هر 3 تا پای کوتاهی که میبافیم یه دونه افزایش انجام میدیم. این دومیه که من بافتم، سومی و حالا این یکی رو دوبار میبافم. این کار رو تا نشانه گذار تکرار میکنم. تعداد دانه ها میشه 30 تا. از اینجا به بعد باید ساده ببافیم، یعنی افزایش و کاهش نمیدیم. من 7 رج ساده بافتم. بعد از اینکه 7 رج ساده بافتیم حالا کانوای تیره ترمون رو میاریم. مثل ویدیو یه دونه گره درست کن، به کارت اضافهش کن. حالا میخوایم یه دونه پای حبابی ببافیم. مثل پای بلند بافته میشه اما نصفه میبافیمش، یعنی مثل پای بلند نخو میگیریم، 2 تاش رو میبافیم اما اون یکی رو نمیبافیم. دوباره توی همون دونه میریم، پای بلند نصفه میبافیم و روی قلابمون 3 تا حلقه میمونه. یه بار دیگه تکرار میکنیم. 4 تا روی قلابمون حلقه داریم. یه بار دیگه تکرار میکنیم تا 5 تا بشه. وقتی 5 تا حلقه روی قلابمون بود همه اونا رو با هم دیگه میبافیم. حالا میریم توی دانه بعدی و یه دونه پای کوتاه میبافیم و بعد توی دانه بعدی دوباره یه دونه پای حبابی میبافیم، یعنی دوباره یه دونه پای بلند نصفه میبافیم، تکرارش میکنیم و 2 تا مدام میبافیم تا زمانی که روی قلابمون 5 تا دانه بمونه. هر وقت 5 تا شد اون 5 تا رو با هم دیگه میبافیم. دوباره توی دانه بعدی میریم، یه دونه پای کوتاه میبافیم و دوباره پای حبابی. این کار 2 تا دور باید تکرار کنیم.
من یک دور کامل بافتم و حالا ادامه کار رو با هم دیگه میبینیم. این رج رو با یه دونه کاهش شروع میکنم. حالا یه دونه پای حبابی میبافم. و بعدش دوباره یه دونه کاهش. دوباره یه دونه پای حبابی میبافیم. و بعد دوباره کاهش انجام میدم و این کار رو دور تا دور باید تکرار کنیم. رج بعدی رو با یه دونه پای حبابی شروع میکنیم. مثل رج قبل دوباره یه دونه کاهش انجام میدیم و بعدش دوباره یه دونه پای حبابی میبافیم. این کار رو یک دور تکرار میکنیم. داخل کارم با الیاف باید پر کنیم. رج بعدی هم درست مثل رج قبله، یعنی دوباره یه دونه پای حبابی میبافیم. بعدش دوباره یه دونه کاهش انجام میدیم. این کارم یک دور تکرار میکنیم تا زمانی که ته کارمون جمع شه. یه دونه کاهش انجام میدم و آخر کار رو میبندم. اینجا نباید نخو قیچی کنیم. من اشتباهی قیچی کردم و از همینجا باید شروع کنیم به زنجیره زدن. به اندازه دلخواهتون زنجیره بزنین و ته کار رو با یه دونه بست جمع کنین. حالا اجزای صورتش رو بدوزین. چشم ها رو هم بدوزین و حالا دست و پاش رو میخوایم ببافیم. محل دستاش رو انتخاب میکنیم و درست مثل فرفریای سرش دست و پاهاش هم میبافیم. برای دستهاش وقتی که 4 تا حلقه روی قلاب بود کافیه، ولی برای پاهاش 5 تا حلقه باید باشه.
2 تا نخ اضافه مونده رو به هم دیگه گره بزنیم و داخل کار پنهان کنیم. دست و پای دیگه‌ش هم مثل همین میبافیم و بروکلی ما آماده است. ممنونم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردی. لایک و سابسکرایب یادت نره.